کی تلتل است با پنج قلم شاب کجا لکل بتون بافته شده چیش بیچینیم چیشا کی چیشا مادر زبیده تلتل است با پنج قلم لاب شاب کجا لکل بتون بافته شده تو دیگه غیر خوندن دیگه هیچ وظیفه نداری دیگه با کوچه و در به هر جا رسیدی میخونی دیگه خود میگو تو چه مستقل تل ننداختی بودی؟ دیشب تل دیره ننداختم سدیر هم ادمه بستوندی من مقدر شدم در سرا سکل به در کردم تل خلاص که بردم بسر گردنم ببند باشه اگه بابا عزم غلط گلید بشه خونه تل نیست نمیتونم پشت زرغون هم ساده میبرده به صدری به شما با پشت زرغون میبره صدری به تل بنده نمیبره شما اصلا صدری پی بریم علف بخریم و پیش خر بندازیم همون خر صدری پی علف رو بخور اگه شما تا با پشت زرغون برد اگه هرچه دل شما ماست بگیم من بعضیم سکیر بعد صدیر بعد از تل نکتون تا مثلا خالی خورفتم که گفتیم برو 10,000 پول خالی تو میده بستو بیار که برون گوسپند بخرم خب یعنی تو مسرا خال خوشتر نرفتی گردنم بند باشه لنگم و بابا گرفته باشه ای بره بستون نیم میگو برو در سر قصدین اینو که این متن خوار اینو میایه 4 تا گوسپند بستوندم اینو بردا بیارک بده 4 تا داره چه بابا خب برو دیگه نخند دیگه اونی چوی پیدا کرد درخت وا کو یک چوی اره 4 تا استونیم بابا چیکار میکردم شیر مادر شما بابا شیر مادر شما بره یا چیز میشینه اما بره تو برو خب پول بده پول چی میدی دیگه کراینا رو بدادم چنده 300 کراینا رو دادن خلاص کراینا برو 300 یا 400 خاطر رو پارسال کام برو ولی ارزون تر میارم برو اونجا برو ها برو گسونده بردا بیارک برو میگو باید تا زدم کده نیاریم اینا و چرونده بردا بیارم اینا اتا زمینا یک لورگم بخواه کو خوبه یعنی تو را مبرد چیز ری کن من رنج میکنی سه گشته را میره وای 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 این برای چی دم ری کن مردی اونو جمعه میکنه تو وقتی که اونو بیاره میره با پیان خو بگو بابا این قوستین بابا گوسپند به کجا آورده اینا رو بگرفت و بکشته این میگم بالا با گوسپندان پیان بابا داده که بابا رکتوب شهر گوسپند ما یکی خفه کرده گیلا چه کاره چرا گریه میکنی؟ گوسپند مردم چرا ناوردی خفه کردی از جای ما نداره ما بیچاره غریبی یخن کندی براره مسئله که با تو چی میگم؟ حالا که امو بوشد دیگه گوسپند خب بوشد اما 4 تا گوسپند اشتم مردم دیگه 10 تا بود من ندیدم اتا موتر تاکیدی اونا خود مردم بود اما حالا هم نسبت به تا موتره خب میفهم اتا موتر گوسپند من چون به کجا ببردی به یک جا دیگه چپیر بزیر چوکیا بزیر تختگک این دختی گوسپندک با خفه شده گیلک جو این کار اول من همینجا 6-7 سال من به عدی پین عدی بالا من گوسپند میبرم میارم مردم همینا به 100 روپیه من به شما به شهر میارم این آخه باشه چیه 400 روپیه است نه پشت زرقون تا اینجا 4 تا گوسپند ما رو بکشتی با اینجا با من گپ مفتی میانا پیار من با خدا پوست تور میکنه مگر پوست تور بکنه گوسپند بده بم مرده دیگه آدم هم مفت می مرده دیگه مگر او گوسپندا مردم همه به جا خوبی نگذاشتی گوسپند ما بگرفتی دور اون وزیر تخت‌ها دوری که خفه شده تو بدیدی که وزیر تخت‌ها دوری کردم خواب تخت‌ها می تو گذشته نبود 2 طبق 3 طبق گذشته نبوده حالا کم گریه نکن با خودی پیارت میان گپ زنم گوسپندا نه مردم گوسپندا نه تا کنم میام ولده و در سالا خودی پیارت گپ میزنم پیار مگو تک برو به در سالا اینا بسته که میای به دم سلامی ها گوسپندا تعمین کنن حال بیام نگاه تو بابا از کجا بود که همینجی 100 تا گوسپند شما خفه شه الان من خودی پیار تو دیگه خوب گپ زده میشه خدا پیار منی پدر
پیران و کلتی خود برخو بیری میکنه ایتنه اون لیاز نمیکنه. خب با گپ میزنم. همه دره ای مامی 4 تا گوسفند بیده. آی اولنگ اولنگ آی اولنگ آیم ناز دلبر چکه بلبل مسیار یار آی آقا جان خدا مبارک کنه چکه آی اولنگ اولنگ آی اولنگ آیم ناز دلبر ماما بقونه کمی علافت میستا خوبت ما میدونم گوسفندا خریده پیار و گنج پشت در خود ها ما خاکی که نداری الان چکه با کدولت بدینی تو این برا سر ما با کدولت بدینی نه ای دل یاره با ای دل جان دلبر اینا از کیه بابا؟ آنه بیاوردین شما هم گوسفندا خود از شما نمورده از ما گوسفندا ما 4 تا بود یکی خفه شده چرا؟ تم و تر آه گوسفندا که ما تم و تر خفه شده چک بیلا گوسفندا به تا گندم همسایه بیلا گوسفندا به تا چکی بیلا نه دیگه خدا خیر پیش کنه که خود ماما کندل اگه گپ زده بشه این گوسپند ازی خفه شده وای 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 کجا بود که با گوسپند ازی خفه شه سلام علیکم. ماما اشترین جوار خیلیت بخیر سلامت خوبه زنده باش شکر زنده باش بیاوردین گوسفندا ماما اون گیلاگه میاره و تا زمینا مثل که میتونه میچرونه میاره خوب کار کردین دیگه امی یک گوسپند شما مثل که والا امی گوسپندا امی همسایه اینا خفه شده شما چی میگین لالا؟ والله ماما امی گوسپند شما خفه شده یک گوسپند گوسفند ما خفه شده اوه سینه که دیدی چی اینا؟ نمیدونم که شما اینا رو بار کردیم اون 4 تا گوسپند خور باز اون ماما کندل و اون ماما جمگل امی همسایه و قلا پین و بالا اینا همه بیادن گوسپندار بیادن بار کردم انا دیگه برکت کردیم بیادن ولی که اونجا در سرو کتا میکنن گوسپندا خور کتا کردن کم شو سعی میکنم یک گوسپند شما خفه شده شما همون فکر نکردی دیگه 500 تا گوسفند تو تا یک خواهر بار میکنه اون فکر نکردی که اینا خفه میشه اینا 500 تا نه ما 186 تا خب بود کم 186 تا بتم موتر چیز داره که تو 186 18 تا بری بوری از این ماما کندل بوده هیچ کار نشد در کنار از او می کس به چند سال می گوسپندا روز گنج میریم گوسپند میاریم و کار یک دفعه می مردم همه میشناسن یعنی چیکار حالا که نصیب شما بوده نصیب گوسپند نصیب این نصیب کار نداره برای خب بگن که نصیب یعنی من چه کار کنم ماما تا اون رو بده کاکا من نمیتونم که 8000 ما گوسفند بخریم تو سگو بزنی ارون کنی
ماما جگر میگه ماما جگری نداره پیار خوب بگردم خلاصه به تو بگم یعنی من گوسپند شما تاون بدم هو چه نمیدی لولو من مثل که بانک ملی دارم کار خوبه خیلی خوب کاری لولو چرا دل کار خوب؟ ماماسته یعنی تو هم در فکر واسطه نفس خود خوب فکر نکردی که حساب 186 تا گوسپند رو تا یک موتر برکنی این فکر نکردی مثل شما میتونه همسایه بیاندن دیگه چیکار میکردم باشه همسایه 8000 روپیه قیمت گوسپند نمیده که تی 1 روپیه کم باشه ور نمیدارم پیار خوب بگردم ماما جو خود تاون که حرومه من به حروم چی کار دارم من به حروم چی کار دارم خب صحیحه ماما جو حالا کم تاون نسبه میشه 4000 روپیه به شما گوسپند میده من اول با تو چی گفتم که یک پنجی کم باشه که ور نمیدارم از این 8000 ماما جو به پیش 10 نفر بریم امی تاون نسبه میشه به شما 4000 لالا روپیه من کار ندارم میدم برو من گوسپند بخر بردم بیا خدا کنه 2000 گوسپند بخری یا خود من 200 سال منم به درد نیو خب صحیحه من به شما پولا شما میارم صحیحه راست را خواستیلی نه گوسفندا لالا میشنوین خب من چی فهم که کدو گوسفندا از مانه آه خوب خودم میده دستم بیارم اما برم حال ما باغچه بودم یک گرم آوردم خب انا میرم خب خب سه خدا دعوا هم دسته کنم بگیر کس پاسی نبارم این تو اون از تو هم پینجه شلیده میدی این فنیات تو باش که میفهمی این فنیات تو باش که دیگه گوسپند خیلی با موتر بار نکن که خفه کنی این تو اون به این واسطه استونه که فنیات کنی که دیگه گوسپند خیلی بار نکنی موتر خوب این چی رقم بگه از همه جا گوسپند مخفه میشه آخر ها چی پینجه شلیده دای بیستی چه دارن جمع که بیا که بگیر اگه مال هم سوا میدون فقط من مسخره تونو دیگه تو باشه که همین تو این با تو فنیات چه